ناحیه روشان. ناحیه روشان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان جمهوری تاجیکستان جای دارد. ولایت مختار کوهستانی بدخشان و یا بام جهان نگین تاجیکان است. این دیار کوههای آسمانبوسی دارد که در جهان مشهور است. این کوهها در خود رازهای بزرگی دارند. طبیعتش دلربا و ناتکرار است. موضعهای سیاحی و تاریخی تماشابابی دارد. این کوهها ده‌ها حیوانات نادر را در آغوش گرفته است. روشان قلعه‌های محتشم تاریخی دارد. مردم این دیار دوستدار فرهنگ نیاگانند. از جهت زمین و کشاورزی پیشرفته ترین ناحیه ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. در زمستان این ناحیه تا 20 درجه سرد می گردد و در تابستان تا 35 درجه گرم. مردم این ناحیه می گویند که در این ناحیه کارتوشکا، پیاز، پمیدار و بادرنگ تنها یک بار کشت کرده می شود. ناحیه نامبرده دارای باغ‌ها، قصر فرهنگ، آثارخانه، کتابخانه و مؤسسه ها است. در این ناحیه زیاده از 20 موضع‌های تاریخی به قید گرفته شدند. ناگفته نماند که در این ناحیه 2 آثارخانه همه روزه فعالیت می کند. قالین بافی، ادرس بافی، جوراب بافی، گلدوزی، تاقی دوزی در این ناحیه رشد یافته است. مهمانخانه های حولگی در این ناحیه خیلی زیادند. در دوران صاحب استقلالی کشور عزیزمان تاجیکستان در ناحیه روشان شماره مؤسسه های تعلیمی و بنگاه های طبی زیاد شده ایستادند.